با درود. برای یادآوری نگاهی به دو بخش گذشته می‌اندازیم. در بخش اول گفته شد هدف فردوسی از سرودن شاهنامه و روایت داستان شاهان ایران رسیدن به پاسخ این پرسش بود که شاهان ایران در آغاز چگونه حکومت می‌کردند و چه شد ایران با آن همه عظمت به این خواری افتاد و چگونه دوران خوشبختی و پهلوانی آنها به پایان آمد که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند. چگونه سر آمد به نیکختری بر ایشان همه روز کندآوری یعنی پهلوانی دلیری. در بخش دوم داستان پادشاهی کیومرث گفته شد و روایت‌های گوناگون و خوانش‌های متفاوت از برنامه کیومرث که به او گرشا یا شاه کوه، گرشا یا شاه گل و گلشا یا شاه بزرگ می‌گفتند. روزگار او را روزگار زرین می‌نامیم که همه موجودات در کنار هم با آرامش زندگی می‌کردند. دد و دام و هر جانور کش بدید ز گیتی به نزدیک او آرمید. از حوادث دوره کیومرث کشته شدن پسر کیومرث سیامک به دست خروزان دیو و سپس کشتن دیو سیاه یا خروزان به دست هوشنگ پسر سیامک، از دنیا رفتن کیومرث و به پادشاهی رسیدن نوه او هوشنگ هست. حالا میرسیم به داستان پادشاهی هوشنگ، دومین شاه ایران. پرویز عطابکی در برگزیده و شرح شاهنامه می نویسد هوشنگ دومین پادشاه زمین در اوستا با لقب پیشداد خوانده شده. بدین سبب سلسله این پادشاهان را از هوشنگ تا کیقباد که سرسلسله کیان است پیشدادی به معنی نخستین قانونگذاران و دادگران خوانده اند. داستان پادشاهی هوشنگ کوتاه‌ترین داستان شاهنامه است. پس از مرگ کیومرث هوشنگ به جای پدر بزرگش تاج بر سر گذاشت و شاه شد. هوشنگ 40 سال پادشاهی کرد. او بسیار باهوش و دادگستر بود و آماده شد تا عدالت و آبادانی را در همه جا برقرار کند. جهاندار هوشنگ با رای و داد به جای نیا تاج بر سر نهاد. بگشت از برش چرخ سالی 40 پر از هوش مغز و پر از داد دل. چو بنشست بر جایگاه مهی چنین گفت بر تخت شاهنشهی که بر 7 کشور منم پادشاه جهاندار پیروز و فرمان روا. به فرمان یزدان پیروزگر به داد و دهش تنگ بستم کمر بستن کنایه است از آماده انجام کاری شدن، کاری را آغاز کردن. پس از آن جهان را آباد و پر از عدالت و داد کرد. روزی هوشنگ به همراه گروهی به کوه رفتند. ناگهان از دور مار دراز سیاه و تیزرویی را دید. سنگی گرفت با نیروی تمام به سوی آن پرتاب کرد. سنگ به مار برخورد نکرد، اما از برخورد سنگ به سنگی دیگر از دل آن روشنایی پدید آمد و به این طریق هوشنگ آتش را کشف کرد. نشد مار کشته ولیکن ز راز از این طبع سنگ آتش آمد فراز. هوشنگ خداوند را سپاس گفت که آتش را به او هدیه داد و گفت این فروغ ایزدی است و باید آن را بپرستند. آن شب آتشی بزرگ برافروخت و همگی به پاس این هدیه ایزدی
دور آتش حلقه زدند و پایکوبی کردند و این جشن را سده نامیدند. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. ز هوشنگ ماند این سده یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار. باده خورد یعنی باده خورد، به خاطر رعایت قافیه و وزن شعر خورد خورد خونده میشه. وقتی که آتش را شناخت از دل سنگ و به وسیله آتش آهن را بیرون کشید. به آتش ز آهن جدا کرد سنگ و به آهنگری مشغول شد و اره و تیشه را ساخت. از این قسمت داستان که هوشنگ تونست ابزاری بسازه، پیشرفت و تحول در زندگی انسانها آغاز میشه. او از دریاها آبها را به سمت جویها و رودها جاری کرد، به چراگاه‌ها آب رساند و با پراکندن تخم در زمین کشاورزی را بنیان نهاد. چراگاه مردم بدان برفزود، پراگنده پس تخم و کشت و درود. برنجید پس هر کسی نان خویش، بورزید و بشناخت سامان خویش. قدم علی سرامی در کتاب از رنگ گل تا رنج خار آتش را پاداش اهریمن ستیزی هوشنگ می‌داند، زیرا هوشنگ در کار کشتن اژدهای اهریمنی یعنی مار است که به آتش اهورایی دست می‌یابد. درون مایه این روند نیز اساطیری است و می‌نمایاند که راه آمیخت با اهورا آویختن با اهریمن است. آویختن یعنی جنگیدن با اهریمن است. هوشنگ گاو و خر و گوسفند را جدا کرد و آنها را به کار گرفت و دامداری را پدید آورد. از چارپایان هر کدام که موی نرم و گرمی داشت مانند روباه، قاقم، سمور و سنجاب را کشت و پوست آنها را پوششی برای بدن انسانها کرد. بدان ایزدی جاه و فر کیان، ز نخجیر گور و گوزن ژیان. ژیان به معنی خشمگین، صفت خشمگین درنده، ویژگی شیر و دد و دام و مانند آن هست. جدا کرد گاو و خر و گوسفند، به ورز آورید آنچه بود سودمند. ز پویندگان هرچه مویش نکوست، بکشت و به سرشان برآهیخت پوست، یعنی پوست رو از سرشون بیرون کشید، درآورد. چو روباه و قاقم چو سنجاب نرم، چهارم سمور است کش موی گرم. بدین گونه از چرم پویندگان، بپوشید بالای گویندگان. از چرم پویندگان چارپایان، بالا اندام گویندگان. انسان حیوان ناطق هست، سخنگو هست. اندام انسانها رو با چرم چارپایان پوشانده. به این ترتیب کشف آتش، صنعت آهنگری، کشاورزی، آبیاری، دامداری و صنعت چرمسازی، همه اینها از یادگارهای هوشنگ هست. هوشنگ بسیار کوشش کرد و رنج بسیار برد. وقتی که عمرش به پایان رسید رفت و نام نیک را با خود برد و تخت پادشاهی را به میراث به جا گذاشت. برنجید و گسترد و خورد و سپرد، برفت و بجز نام نیکی نبرد. بسی رنج برد اندر آن روزگار، به افسون اندیشه بیشمار. چو پیش آمدش روزگار بهی، از او مردری ماند تخت مهی. مردر قبلا هم گفتیم یعنی میراث، آنچه که از مرده میماند. تخت مهی، مهی هم یعنی بزرگی.
زمانه ندادش زمانی درنگ، شد آن هوش هوشنگ با فر و سنگ. و به این گونه داستان هوشنگ به پایان رسید. تا دیداری دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپارم.